خب اینجا آقای پدر یه اختراع کرده، یه بادکنک و 2 متر لوله، یه بطری 1.5 نوشابه که یه چولاش نیم لیتر بنزین داخلشه، مابقیش خالیه، و یه دونه هم شعله گاز. میبینید خب به هیچ جا هم بس نیست، یه بادکنک که توش هواه، هوا هم هست، گاز هم داخلش نیست. خب حالا ببینیم به کجا میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله باز کرد. خورد زیرش زیادتر میکنی؟ برای جایی که کپسول نباشه یا گاز نباشه میشه ازش استفاده کنید. با استفاده از گاز بنزین. مصرفش هم خیلی کمه. بنزین چه اصلا مصرف نمیشه، این وسط فقط و فقط گازشه، گاز بنزینه هست و این هوای داخل تو. یه خورده بادکنک فشار بده. خیلی هم فشار عالی. باد بیشتر باشه شعله بیشتر میشه.